سلام. روز 29 خرداد یه خبری منتشر شد که رژیم از صدر تا ذیل شروع به جست و خیز میمونی کردن که آقای پیروزی بزرگ برای نظام و دستاورد دیپلماسی مقتدرانه و این بحثا. Acib budur ki, Fransa hər il bunlara bir konferans qoyardı. Amerikanın nümayəndələrini çağırardılar, Fransanın nümayəndələrini çağırardılar, dünyadan, ərəblərdən nə qədər şəxsiyyət çağırardılar. Ay pul xərclərdir o konferansa. O xanım da ki, o acib budur Fransa da vaxtda dedi mən də belə bir konferansı qurmayacağam. Allah, nə görüyoruz biz, nə işliyoruz biz. میگه چشمایتان را باز کنید، ولی وقتی همون بسیجیایی که جلوش نشستند روز 10 تیر چشمها رو باز کردن این صحنه ها رو دیدن. الله، چشمها رو باز کنید، این صحنه ها رو حتما ببینید. نکته جالبش اینجاست که در اون روز که این آخوندهای نمایش جمعه رو توجیه کرده بودند که خبر این پیروزی نسیه رو ببرید برای نیروهای وارفته نظام، میخواستند از همین توهم پیروزی 100 تا ژست قدرت هم بیرون بکشن، از جمله اینکه این رو دستاورد دیپلماسی نظام جا بزنند. Bu devletin bir büyük müvəffəqiyyətlərindən biri budur ki, müzakirət etdi pəşdə pərdədə Avropalılarla və müzakirə edildi oldu qeyri-mübaşirə, qeyri-müstəqim Amerikalılarla. Bu dövlət mütəqaid elədi həm Avropalıları, həm Amerikalıları ki, siz əgər bu sazman terroristi münafiqindən himayət eləsəz, bu iştivahtır. Sizlə bizim aramızda təfahüm ola bilməz. O mütalabat hastayı ki bizden varuzdi, o da heç vaxt mühaqqaq olmaz. آخه کرفس وقتی میرن پشت پرده مذاکره میکنن یعنی میخوان پشت پرده بمونه، مگر اینکه اوضاع نظام اونقدر قمر در عقربه که این آخوند بیمغز مجبور مذاکرات پشت پرده نظام رو هم برای نیروش خرج کنه تا شاید بتونه یه روحیه‌ای بهشون بده. ولی به نظر میرسه که اون روز ولی فقیه میخواست هر طور شده از طریق تریبون نمایش جمعه چرخهای پنچر نظام رو باد بزنه، چون حرف امام جمعه که حرف خودشون نیست، هر هفته از طرف بیت عظما توجیهشون میکنن که چی بگن، یعنی این حرفا رو بی حساب و کتاب نمیزنن، خط نظام بوده که تا میتونید این موضوع رو باد بزنید. فرانسه که هر سال نشست منافقین خلق رو برنامه ریزی میکرد و به اونها اجازه میداد و امکانات میداد، امسال اونها رو جواب کرده و ممنوع کرده. احتمالاً الان همه اون بسیجی که اون پایین نشستن بعد از دیدن تظاهرات بزرگ پاریس و اجلاس ایران آزاد سوالشون شده که چی شد؟ مگه ممنوع نکرده بودن؟ مگه قرار نبود برگزار نشه؟ که از تبعات این وضعیت دلپیچه‌های شدید و سرگیجه‌های مفرط هم به وجود میاد که هیچ درمان خاصی هم دانشمندان براش پیدا نکردن. البته این بیماری فقط خاص بسیجی این شهر نیست، بلکه مثل اپیدمی تو کل نظام چرخیده. به طور خاص در تلویزیون رژیم هم مواردش مشاهده میشه، مثل این کارشناس اروپاییشون. همزمان با این برخورد دولت فرانسه هم گرد همای این گروهک رو ممنوع کرده. این رویکرد رو چگونه می‌بینید؟ کمتر از 1 دقیقه. اینطور هست، ریشه و مصدر هر دو واقعه یکسان هست. اسنادی که خیلی متقن و محکم به دست اومده مبنی بر عدم پایبندی منافقین به قراردادهای ثابت و اولیه که با کشورهای میزبان بستن، فعالیت‌های تروریستی در حوزه‌های خصوصاً سایبری و همچنین انجام برخی از عملیات‌های مجرمانه و پولشویی که دوباره اینها هم برخلاف اون قوانین و قواعدی بوده که کشور میزبان به این گروه تروریستی اعلام کرده بوده. خیلی متشکرم از تحلیل و توضیحات شما جناب آقای غفاری، کارشناس مسائل اروپا. البته این بسیجی که تحت عنوان کارشناس اروپا صحبت کرد احتمالاً نه تابال پاش به اروپا رسیده، نه سوادی داره. کلماتی مثل دادگاه و عدالت و حق آزادی بیان و اجتماعات هم براش کلمات نامتعارفه و شاید هم از همون اتاق بغلی استودیو نشسته داره تحلیل میده در مورد اروپا. اتفاقاً بر اساس قوانین همون کشورها
قضات دولت رو 1500 یورو جریمه کردند. یعنی مقداری فرق داره با اون قاضی صلواتی و اژه‌ای که تو اونجا دیدی. به نظر میرسه که این کارشناس اروپایی نظام هم بعد از برگزاری تظاهرات و این صحنه‌ها تغییر شغل داده و الان به همون بلال فروش معروف پیوسته. بعضی هاشون هم بودن که دیگه خیلی تند رفتن، یعنی از حول حلیم و شیژه تودیک هم اونورتر داشتن با همین یه خبر آرزوها و خوابهای پنبه‌دانه ایشون رو رنگ می‌کردن و برای مجاهدین بلیط هواپیما هم گرفته بودن که استردادشون کنن. این چه قدرتی است که جمهوری اسلامی در دیپلماسی بر اساس حکمت و مصلحتی که فرمولش رو مقام معظم رهبری داد، عزت، حکمت، مصلحت و میدان با همدیگر دست در دست هم، امروز هر روز ما شاهد یک فتوحات جدیدی در این عرصه هستیم و لرزه بر اندام مجموعه معاندین و اینا همه منتظرن کی بشود اعلام کنن هواپیما آماده بشود، اتوبوس آماده بشود، یا باید فرار کنن این ور اونور برن قائم بشن، یا انشالله همشون با یه پرواز تشریف بیارند و تحویل بشن، مسترد بشن. آقا یه ترمز بزن نخوری زمین، تصم تایم پاره کردی. خروجی اون دیپلماسی حکمت و عزت و حشمت و اینا الان فعلا این صحنه شد. یکم مکس کن رو تصویر، یه لیوان آبش بدید که الان پس میفته. اون دستور لغو تظاهرات رو بذار کنار، الان قاش زینو بچسب که صحنه اینه که این دادگاه نه فقط یک واقعه تاریخی است، بلکه یک گام مهم به جلوست برای اینکه آنچه که روی دیوار نوشته شده محقق شود. رهبران رژیم ایران به دادگاه کشیده بشن. اسنادی که در این دادگاه ارائه میشوند کاملا کافیه برای اینکه بشه ابراهیم رئیسی، نیری، خامنه‌ای و همه اونها و 70 نفری که بنیاد عدالت برای قربانیان سال 67 به اونها اشاره کرده، همه رو به دادگاه بکشیم، چرا که اینها کسانی هستند که دیدند چه رخ داده و همه چیز رو میدونند. گذشته از واکنش‌های رسانه‌ای و مقامات رسمی و مهرهای ریز و درشت نظام، توی فضای مجازی هم خیلی تند رفتند، جوری که دیگه جای هیچ برگشتی برای خودشون نذاشتن. با اقدام فرانسه و آلبانی بر علیه منافقین تازه میشه فهمید بخشی از محتوای 90 دقیقه‌ای گفتگوی رئیسی با مکرون چی بوده. آقا 90 دقیقه که سهله، 900 دقیقه هم صحبت می‌کردند، هر زد و بند و معامله کثیفی هم روی رنج و خون مردم ایران می‌کردند، دردی از این نظام دوا نمی‌کرد، چون با مردم و مقاومتی طرف هستند که هیچ رقمه از حق و حقوق ملت ایران کوتاه بیا نیست و اون زد و بندها رو نقش برآب میکنه. تو رسانه هاشون هم همینطور قاطر میتازوندن که آقا پرونده بسته شد، پروژه براندازی تموم شد، آقا بیا نظام رو بردار ببر. همزمان با ممانعت پلیس فرانسه از برگزاری گردهمایی مجاهدین در پاریس، خانه امن مجاهدین در اروپا فرو ریخت. 30 خرداد آغاز یک پایان. بیانیه پلیس پاریس، نشانه‌هایی از شکست پروژه براندازی. دیپلماسی حاج ابراهیم در یک روز. ممنوعیت برگزاری اجلاس مجاهدین در پاریس بعد از 15 سال. و حالا دیپلماسی ابرام دراکولا بعد از چند روز. But there is an alternative. A well-organized, fully prepared, perfectly qualified, popularly supported alternative called the MEK. And thank you, Mariam Rajabi, for your outstanding leadership and personal courage. You're an inspiration to the world. پس در نتیجه اون همه تماس 90 دقیقه‌ای و جفتک پرانی امام جمعه ها، نهایتاً دیپلماسی مقتدرانشون تبدیل شد به دیپلماسی مفتضحانه و دوباره برگشتن به همون تنظیمات کارخونه و آه و ناله و زوزه از دست مجاهدین و شکایت از طرف حساباشون. متاسفانه هستند کشورهایی که از گروه‌های تروریستی و مشخصاً از فرقه منافقین به عنوان یک ابزار علیه جمهوری اسلامی استفاده میکنن
مشخصاً کشورهایی هستند که هم داعیه دفاع از حقوق بشر رو دارند، هم خودشون رو پرچمدار حمایت از حقوق بشر در دنیا می‌دانند و هم به طور آشکار میزبان رهبران و اعضا و حتی برگزار کننده نشست‌های اعضای فرقه تروریستی منافقین هستند. ما مشخصاً در این ارتباط شاهد اقدام غیر سازنده و اقدام واقعاً سوال برانگیز دولت فرانسه در میزبانی از نشست اخیر فرقه تروریستی منافقین هستیم. خب ما در این زمینه اعلام موضع رسمی کردیم. این اقدام کاملا غیر قابل قبول هست. دولت فرانسه عین آشکار و در یک اقدامی سوال برانگیز اجازه میده چون این سازمانی نشست خودش رو آشکارا در جغرافیای فرانسه برگزار بکنه. داره به زبون اشهدش اعتراف میکنه که ما تمام زورمون رو زدیم، هر زد و بندی که میتونستیم کردیم که این تظاهرات و این گرد همایی برگزار نشه، ولی به جایی نرسیدیم و بازم برگزار شد. با تبریک این پیروزی عظیم مردم و مقاومت ایران و دستمریزاد به همه خالقان این پیروزی، وقت بخیر و خدا نگهدار.